قرآن الكريم دلالة على حديث پیغمبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. امیدوارم همه دوستای ما سر حال باشن و با ذهن آرام به درس حاضر شده باشن. درس امروز ما شما به سلسله درس گذشته هفته قبلی در مورد دلایل بر وجود نظام سیاسی در اسلام از قرآن کریم بود. درس امروز ما شما از سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم و از اجماع صحابه و اجماع بعد از صحابه و اقوال علما در این باب، اقوالی که از علمای مسلمان است، اقوالی که از علمای غیر مسلمان است. یعنی مسلمان ها را خو خیر که حتی غیر مسلمان هایی که کمی هم خبر دارن اونا هم نمیتونن انکار بکنن وجود نظام سیاسی در اسلام. و تاریخ مختصری از حکومت اسلامی و تاریخ افکار سیاسی در نزد مسلمان ها و در نزد غیر مسلمان ها. امروز عنوان ها را کمی زیادتر میخوایم چون گاهی وقتا ما قاعده ما همیست کمی کلیات مبحث در 16 درس تکمیل بکنیم، باز اگر زیاد تفصیلی بریم میمانه است بشیم. و خاطر مختصر میگم و بعد از کوشش میکنیم کمی زودتر خلاص کنیم که وقت برای سوال جواب گرچه وقت ما همیال هم کم مونده که استادای قار نشه باز نوبت درس از رو نگیریم. خب شما میدونین اول خو کلمه سنت انشاءالله همه میدانن، آنچه که برای پیامبر صلی الله علیه و سلم نسبت داده میشه از قول و از فعل و از تقریر. پس سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم دو بخش داره. ما هم دلایل از این احادیث قولی پیامبر صلی الله علیه و سلم هم میخونیم، باز احادیث فعلی پیامبر صلی الله علیه و سلم میخونیم. بدون مبالغه صدها حدیث ما در کتاب ها و متون معتبر حدیثی داریم که اقوال رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که صراحتا از مسائل چی گپ میزنه؟ سیاسی گپ میزنه و ما نمیتونیم اون رو انکار بکنیم. مثلا حدیث مشهوری که امام مسلم رو روایت کرده از عبدالله بن عمر پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمه منات ولیس فی عنقی بیعة مات میتة جاهلیه. عبدالله ابن عمر رضی الله عنه میفرمه که رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که اگر کسی بمیره و در گردن وی بیعتی نباشه به مرگ جاهلیت مرده. دقت کنید حدیث خیلی واضحه. این منظور از بیعت کدام بیعت است؟ همین بیعتی که صوفی ها پیر خود میکنن؟ همین بیعت است یا بیعت با زمامدار مسلمان است؟ بیعت با زمامدار مسلمان است. دقت کنید. اما این حدیث هم دقیق در بفهمین. در مورد این حدیث هم غلط فهمی های هست. اول هرگاه نظام سیاسی مشروعی که از با روش مشروع ایجاد شده باشه بیعت از او چیز واجب است. نظام سیاسی که چی باشه؟ مشروع باشه و یک نفر از راه مشروع به خلافت رسیده باشه. دقت کنید دو رقم غیر از او باز بحث ما مورد چی میشه؟ مورد اختلاف میشه. یک گپ دیگه حدیث درست است که ظاهری حدیث الله داره به که اگر کسی بیعت نکرده بود به مرگ جاهلیت برده، اما آیا مفهوم از این تکفیر است؟ مثل که خیلی از این حدیث استدلال میکنن عدم تکفیر است، به خاطری که در دوران خود صحابه بر او خلیفایی که خلافتشان یقینی است مثل خلافت ابوبکر رضی الله عنه، کسی که به او بیعت نکرده صحابه او تکفیر نکرده. دقت کردین بر خود ابوبکر رضی الله عنه کی بیعت نکرد از جمع صحابه؟ یکی از بزرگان انصار اسمش سعد ابن عباده. سعد ابن عباده او بیعت نکرد چون او انتظاری را داشت که شاید خلیفه شود. وقتی خلیفه نشد اصحابش خلاص بیعت نکرد. الله تعالی را ببخشه. دقت کردین؟ پس این فرضیت وجوب بیعت بر زمامدار مسلمان را ثابت میکنه که از طریق مشروع به خلافت رسیده باشه. حدیث دیگه رسول الله صلی الله علیه و سلم است که صحابه میگن دعانا رسول الله صلی الله علیه و سلم، پیامبر صلی الله علیه و سلم از ما طلب کرد که به او بیعت بکنیم. و یکی از مواردی که پیامبر صلی الله علیه و سلم از ما بیعت میگرفت چیز فکان فی ما اخذ علینا ان بایعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. رسول الله صلی الله علیه و سلم از ما بیعت میگرفت. یکی از مواردی که بیعت میگرفت چی بود؟ این که بیعت بکنیم برای شنیدن و اطاعت کردن به چی کسانی؟ برای زمامداران مسلمان. فی منشطنا و مکرهنا، چی خوشحال باشیم چی خفا باشیم، و عسرنا و یسرنا، چی سختی باشه چی هم آسانی بوده باشه، و اثرتنا علینا، ولو سر ما یک چیز را فشار هم بیارن، و ای که ان لا ننازع الامر اهله، و ای که با مردمی که صلاحیت امر در جامعه را دارن با اونها منازعه و جدال و مناقشه نکنین. تا چه وقت؟
الا ان تروا کفرا بواحا، تا که کفر آشکارا از اونها ببینیم. عندکم من الله فیه برهان، پیامبر میگه تا که در نزد پروردگار برای خود چی داشته باشین؟ برهان و حجتی داشته باشین. رسول الله صلی الله علیه و آله از چی سخن میگه؟ از بیعت کردن، از تعهد سپردن بر زمامدار، از اونها شنیدن و اطاعت کردن و منازعه نکردن تا زمانی که کفر بوا نبینیم. این حدیث از چی سخن میگه؟ از کار سیاسی سخن میگه، از کار اخلاقی؟ کار سیاسی واضحی که بیعت کردن بوده باشه. خب دلایل دیگه از اون رسول الله صلی الله علیه و سلم در این حدیث میفرماید که اگر کسی مسئول زمامدار مسلمان ها شود، این دو حدیثی که قبلا گفتیم متعلق به کیست؟ متعلق به مردم است. احادیث است که متعلق به خود زمامدار است. رسول الله صلی الله علیه و میگه اگر کسی زمامدار مسلمان ها شود و مسئولیت خود را به صورت دقیق انجام نده، بوی جنت هم به مشامش نمیرسه، با وجودی که بوی جنت مسافه‌های بسیار طولانی میره. روایت کی است؟ روایت بخاری. پیامبر صلی الله علیه و سلم اینجا مسئولیت کی را ذکر میکنه؟ مسئولیت رهبران سیاسی جامعه را. پس در اسلام این مسئولیت هست یا نیست؟ اگر نه پیامبر صلی الله علیه و سلم چرا از این گپ میزنه؟ حتی از او کوچکتر یک جامعه بزرگی که در او هزارها و میلیون ها نفر زندگی میکنن در جاش میگذاریم، رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه اگر شما در یک سفر، یعنی یک مدت کوتاهی را میخواین در یک جای برین و استعداد دادن 3 نفر هم هست، در می 3 نفر یک نفر براتون چی باید تعیین بکنین؟ امیر تعیین بکنین. شیخ الاسلام تیمیه رحمه الله میگه چقدر جالب است که یک کسی بیاید تعیین وجوب زمامدار در جامعه اسلامی را که میلیون ها نفر در زندگی میکنن را واجب ندانه، در حالی که پیامبر صلی الله علیه و سلم بر 3 نفری که در سفر هم میرن چی را لازم گردانیده؟ تعیین امیر را بر خود لازم گردانیده. خب دلایل دیگه من کمی مختصرتر میریم. رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیث میفرماید که بنی اسرائیل را انبیا اداره میکردن. امور بنی اسرائیل کی اداره میکرد؟ انبیا اداره میکرد. یک نبی که میرفت دیگه نبی به جاش میومد. یعنی رهبر، اینجا مرادش از اداره کردن همین کلمه تسوسهم الانبیا را ذکر میکنه. تسوسهم یعنی چی میکردن؟ اداره میکردن. همین کلمه سیاست پیامبر به کار برده. لفظ چی را به کار برده؟ لفظ خود سیاست به کار برده. بعد پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه که اما بعد از ما دیگه نبی نمیآید. بعد از ما دیگه نبی نمیآید. خود پیامبر صلی الله علیه و سلم مثل پیامبران بنی اسرائیل ولی هم امور دنیوی مسلمان ها را رهبری میکرد و هم امور دینیشان را. خب بعد از پیامبر صلی الله علیه و سلم دیگه پیامبری نمیآید. کی میآید؟ خیر خلفا میآیند و زیاد هم میشن. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه شما با بیعت بکنید، باز میگه وقتی زیاد شد چه بکنیم؟ میگه بریم کسی که اول بیعت کردین با اونمو پابند باقی بمانید. باز تکرار میکنیم این احادیث بحث های زیادی داره، ما فقط با کلیت گپ اشاره میکنیم که پیامبر از چی سخن گفته؟ از مسائل سیاسی سخن گفته و تفصیلات دیگه ش باز ان شاء الله میگذاریم. دیگه رسول الله صلی الله علیه و سلم بعضی از احکام در چگونگی تعیین خلیفه را مثلا گفته. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه والله لا نولی هذا العمل احدا ساله ولا احدا حرص علیه. قسم به الله است ما مسئولیت را بر کس نمیسپاریم که یا او را طلب بکنه یا بر رسیدن به او حریص باشه. دقت کنید، یعنی قدرت را کردن در اسلام چیست؟ ممنوع. یکی از چالش هایی که انتخابات های امروزی با اسلام در تعارض است همین نکته است. در این انتخابات های امروزی خود نفر میره چی میکنه؟ 1000 تا دروغ میگه که مرا به عنوان چی تعیین بکنین، نمیفهم یا رئیس جمهور یا به عنوان نماینده پارلمان یا هر چیز دیگه، در حالی که یکی از ضوابطی که در اسلام در باب نظام سیاسی است که انسانی که صراحتا یک موقف طلب کنه برش سپرده نمیشه. چرا؟ به خاطری که این قدرت را مسئولیت نمیدانه، فضیلت میدانه و در اسلام قدرت چیست؟ یک مسئولیت است. دقت کردین؟ به می خاطر بر او کسی سپرده میشه که ازش فرار میکنه. اگر ابوبکر رضی الله عنه هم بود نمیخواست خلیفه شود، اما مسلمان ها او را خلیفه تعیین کردن. عمر هم نمیخواست، عثمان هم نمیخواست، علی رضی الله عنه نمیخواست، اما مسلمان ها او را تعیین کردن چون این اهلیتش را میدیدن. پس یکی از موارد است. خب بعد دوباره به اصل گپ خب برمیگردم که این احادیث صراحتا از مسائل چی سخن میگه؟ احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم سخن میگه و بدون مخالفت به صدها حدیث میرسه. خب ما با همین حد اکتفا میکنیم. دیگه دلایل از اجماع اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم. اجماع شما درس پیشتر در اجماع بود نه؟ تعریف اجماع را خود خواندید نه؟ تعریف اجماع چی بود کی میگه؟ همین حالا پیشتر خوانده. اتفاق علمای امت اسلامی در یک حکم شرعی در یک زمانه از زمانه ها. و مهمترین اجماع کیست؟ صحابه. چرا؟ چون هیچ کسی در اسلام به اندازه صحابه و جایگاه مرتبه در صحابه داره نمیرسه. وقتی رسول الله صلی الله علیه و سلم وفات کرد، قبل از دفن پیامبر شورای صحابه در سقیفه بنی ساعده جمع شدن برای چی گپ؟ برای تعیین جانشین رسول الله صلی الله علیه و سلم. و ابوبکر رضی الله عنه با اکثریت قاطع علما با جز یک نفر
با ابوبکر رضی الله عنه بیعت صورت گرفت و علی رضی الله عنه هم در اول بیعت نکرد، چند روز، بعضی‌ها میگن چند روز بعد بیعت کرد، بعضی‌ها میگن چند هفته بعد بیعت کرد، بعضی‌ها میگن چند ماه بعد بیعت کرد. حد اکثر روزی که بیعت علی رضی الله عنه رو به تأخیر ذکر میکنه 6 ماه است. خب بالاخره بیعت کرد و او هم در ای که علی رضی الله عنه به صورت اول بیعت نکرد کمی دلخور بود که من از جمله بزرگان صحابه بودم و باید در این مجلس می بودم و او مصروف به صورت تکفین تجهیز رسول الله صلی الله علیه و آله بود و به خبر من نبود، یک کمی دلخور بود. خلاص اما بالاخره بیعت کرد و با اصل تعیین خلافت مشکل نداشت. اگر مشکل می داشت باز بیعت پس هم بیعت نمیکرد. یک گپ دیگه او که یک دیگه از اون اندیوالای دیگه ما شما میگن که نه خودی از جانب خدا امام شده بود. اگر خودش از جانب خداوند امام تعیین شده بود باز او خودش صلاحیتی را نداشت که به از این مسئولیت امامت خود چی بکنه؟ عدول بکنه. این حق داشت. خصوصا با او تعریفی که از امامت خودشان ذکر میکنن، میگه امامت از اصول دین است و علی رضی الله عنه از جانب کی امام تعیین شده؟ از جانب خدا. و همین موضوعش موضوع چیست؟ موضوع اصل از اصول مهم اعتقادی است. مثل که یک پیامبر به صفت پیامبر مبعوث میشه، آیا پیامبر میتونه از پیامبری خود تیر شوه؟ میگه بیا خیر جور آمد نکنید این پیامبری من تیر بیاد به شما. امام هم نمیتونه چون همون مسئولیت داره. دقت کردین شما شنیدین گپای از این قبیله. به هر ترتیب و فقها هم همه متفق هستند، فقهای امت به صورت عموم متفق هستند که تعیین خلیفه از جمله واجبات است، مثل که امام ماوردی از جمله فقهایی است که در باب فقه سیاسی اول کتابایی که نوشته کرده اوست، به صورت مستقل کتاب در باب فقه سیاسی نوشته کرده. امور رقم ابو یعلا فقیه مذهب مالکی میگه تعیین امام و بیعت کردن با کسی که مسئولیت ریاست امت را بر عهده گرفته و امورشان را اداره میکنه به اجماع علما واجب است. منظور از وجوب فرض است خود، چون بین نزد جمهور علما اصطلاح فرض و واجب فرقی نداره و واجب پیشان فرض است و فرض پیش از اونها واجب است. ابن خلدون رحمه الله هم با تفصیل بیشتر صحبت میکنه و میگه بدون شک تعیین امام از مهمترین وجایب است و وجوب آن در شریعت از اجماع صحابه و تابعین در این امر فهمیده میشه. بعد از صحابه و تابعین هم اجماع تا فعلا وجود داره. یک نکته گپ در نظر داشته باشین، وقتی در یک مسئله اجماع صورت گرفت بعدها اگر کسی بیاید ولو مجتهد باشه و قولش خلاف اجماع باشه، این قولش اعتبار داده نمیشه و اجماع را نقض نمیکنه. این به خاطر چی میگم؟ به خاطر که یک عده از کسان بعدها میشه بگیم در زمانه معاصر ما یک عده کسان به نام مثلا مجتهد و عالم و فلان بیمدان هستند که میآیند با در این مورد مخالفت میکنن. آیا مخالفت اینا اجماع صحابه و تابعین و علمای گذشته امت نقض کرده میتونه؟ قطعا نقض کرده نمیتونه و هیچ توجهی به این اقوال صورت نمیگیره، چون قول یک مجتهد اجماع را نقض کرده نمیتونه. شما میفهمین یکی از شرایط اجتهاد چیست؟ که در مقابل نص نباشه و اجماع را نقض نکنه. اگر اجماع را نقض کرد او اجتهاد اعتباری نداره. اما قصه مفت است. خب گفته خود شما بچه‌ها. اقوال دیگه علما را هم برای شما میگم. ابن حزم میگه بیشتر استادم در موردش گفت. نه ابن حزم از جمله گفته یک استادم از علمای خوب کاکاو زدنی گرچه بعضی اقوال شاذ داره، خب منهجش هم رقم بود. اونا ابن ظاهری مذهبا یک نکته را دقت بفهمین. مذهب ظاهری از جمله مذاهب اهل سنت است. میفهمین؟ مشهور برای شما در بین مردم چیست؟ مشهور در بین عام مردم میگه اهل سنت چند مذهب داره؟ این دقیق نیست. مذهب ظاهری هم از جمله چیست؟ از جمله مذاهب اهل سنت است، ولو اشتباهات داره. او میگه جز خوارج، میگه هیچ کس دیگه در وجوب تعیین خلیفه اختلاف نداره. دقت کردین؟ خوارج اونا میگن که کل مردم خودش خوبی بکنه، دیگه ضرورت نیست که امام باشه، به خاطر که از دید از اونها یک نفر که یک گناه کرد کافر میشه. کلامش جمع است دیگه. یک نفر که هیچ کس گناه نکنه دیگه ضرورت نیست که حتما دولت باشه. این رقمی گپا میگه چیزای، چون هیچ کس باید کار بد نکنه. اما یک گپ ظاهرا خوب به نظر میرسه اما یک خیال است. چرا خیال است؟ به خاطر که در عصر خود پیامبر کسانی آمده کار خلافی کرده که ضرورت به چی بوده؟ ضرورت به تعیین خلیفه شده، ضرورت به رهبر سیاسی شده، ضرورت به قاضی شده، ضرورت به گپا شده. در عصر خود پیامبر که تو کار محقق نشده بعد از اون میشه و اگه شد و همین که بعد جایی که خود خوارج هم بودن همین رقم عملی نشده. دقت کردین این گپشان و دیگه نکته گپ دیگر هم مد نظر داشته باشین. وقتی ما میگیم اجماع، باز مثلا خوارج مخالفت میکنه، مخالفت خوارج اجماع رو نقض میکنه؟
نه هیچ نوع اعتباری. یا مثلا روافض میان یک چیز دیگر نقض میکنه، یک نفر مرجع می یک اجماع دیگر نقض بکنه. مخالفت جماعت های اهل بدعت در امور اجماعی اجماع را نقض نمیکنه. بفهمیدین گپ ان شاء الله؟ این مفاهیم در ذهنتون باشه، در بسیار جاها باز به دردتان میخوره. ابن تیمیه رحمه الله هم در تعلیقی که حدیثی که قبلا بر شما گفتیم که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه سه نفر هم اگر بودیم امام تعیین بکنیم، میگه چنانچه میبینیم در کوچکترین جماعت و کمترین مدت همراهی ممکن یک نفر مثلا در یک روز سفر داشته باشه، یک روز سفر داشته باشه، سه نفر هم باشن، در اینجا سرشان پیامبر صلی الله علیه و چی گفتن؟ امام تعیین بکنن. او میگه وقتی در اونجا لازمی بوده تعیین امیر بر واجب گردانیده است و این خود تنبیه است بر وجوب تعیین امام در جامعه بزرگتر از او و در زمان بزرگتر از زمان سفر. دقت کردین هم در سیاست شرعی گپ ذکر میکنم در مجموع الفتاوا. خب اقوال علما وقتی اجماع بود نیاز به نقل علما به صورت فردی نیست. خب ما بازم یک دو علما بر شما نقل کردم، حتی علمای غیر مسلمانی هم که از تاریخ اسلام آگاهی دارن اونا هم این انکار کرده نمیتونن. دکتر این نامه از کمه که سخت است، فیلدز گرالد، او میگه اسلام در یک دین خلاصه نمیشه بلکه نظام سیاسی هم است. با وجود اینکه در سالها گپ از این جالب است، خب ببینن خوب کافر برای مسلمان‌ها چی میگه. میگه با وجود اینکه در سالهای اخیر برخی از مسلمانان که خود را متمدن و روشن فکر مینامند پیدا شدند که میخوان میان آن دو یعنی دین و سیاست شگاف ایجاد کنند، اما همه کاخ اندیشه اسلامی بر این اساس بنیان نهاده شده است که آن دو بخش لازم و ملزوم یکدیگرند و به هیچ وجه امکان جدایی میان آنها وجود نداره. یعنی یک کافر هم که از تاریخ اسلامی آگاهی داره و هم نمیتونه ایره چی بکنه؟ انکار بکنه. یک کس دیگه به نام استاد نیل، یکی از خاورشناسای غربی، او میگه محمد صلی الله علیه و سلم، او صلی الله علیه و سلم نمیگه، ما شما باید بگیم، او میگه همزمان و همگام دین و حکومت تأسیس کرد و در طول زندگی خود اونها را کنار هم دیگه قرار داد. یک سوال از شما میپرسم، مشهور امیز یک گپ دیگه مونده اورم باید بر شما بگم. ما اقوال احادیث قولی پیامبر در باب چیز گفتیم، در باب سیاست. کی میتونه برای ما یک یا دو دانه حدیث فعلی بگه بر ثبوت وجود نظام سیاسی در اسلام؟ یک تا دو دانه حدیث بگه، حدیث قولی فعلی از پیامبر. بلد نیستین شما؟ بلد نیستین؟ ای خدایا. پیامبر صلی الله علیه و سلم دوره مکی رو بخی میگماریم، در دوره مدنی چی کرد؟ دقیقاً، یعنی پیامبر صلی الله علیه و سلم که در مدینه آمد 11 سال مکمل زندگی پیامبر دلیل است. یک تا دو تا سه تا چهار تا حدیث نه، 1000 تا حدیث نه، چقدر؟ 11 سال مکمل زندگی پیامبر در دوران مدنی دلیل چیست؟ دلیل عملی از وجود نظام سیاسی در اسلام است. چرا؟ چون پیامبر که در مدینه آمد چی کرد؟ حکومت تشکیل داد، قانون اساسی به اصطلاح امروزی جور کرد، پیمان اخوت بین مسلمان ها را بسته کرد، پیمان اخوت بین معاهدات صلح با یهودی های مدینه برگزار کرد، عملا در امور مردم حکم میکرد، عملا لشکر جور کرد، عملا قضاوت میکرد، عملا جهاد کرد، عملا صلح کرد، عملا جامعه را رهبری کرد از لحاظ سیاسی، از لحاظ اقتصادی، از لحاظ تعلیمی. همه بخشایی که یک جامعه مدیریت یک جامعه نیاز داره که میره میگن سیاست، این کارا رو کی رهبری میکرد زمان پیامبر؟ شخص پیامبر رهبری میکرد یا نه؟ این به صورت متواتر ثابت است و هر مسلمان حتی غیر مسلمان اونا خودشان چی میگن؟ محمد صلی الله علیه و همزمان و همگام دین و حکومت یک جای تاسیس کرد. یک کافر هم خبر است، مسلمان‌ها به طریق اولا خبر است. نه یعنی شما از این تفلکای خودم ببینید پیامبر صلی الله علیه و مدینه آمد چی کرد؟ عملا آیا جهاد کرده یا نکرده؟ آیا قضاوت کرده یا نکرده؟ آیا امور اقتصادی مردم اداره کرده نکرده؟ در امور تعلیمی مردم زمامدارای امروزی چی میکنن؟ اینا خود نمیکنن، به دروغ میگن. خب پیامبر براستی همین کارا کردن. اینا از زمامدارای امروزی که ما هیچ خیری ندیدیم به غیر شر. الله شر از اینا را از ما کم کنه. و پیامبر مثلا میگه یکی از بدترین زمامدارا اونایی است که شما اونا را لعنت میکنید، اونا شما را لعنت. اینا بدترین زمامدارن که شما میگین خدا اونا رو میگه، اونا شاید بگه شما خدا شما رو میگه. بر ترتیب دقت کردین 11 سال مکمل زندگی پیامبر. یک سوال دیگه، پیامبر صلی الله علیه و سلم در دوران مکی فعالیت های سیاسی داشته؟ بله. چی مثلا؟ مثلا نمی که با اصحاب کرام در مدینه چیز داشتن که نه فعالیت واضح سیاسی، فعالیت واضح سیاسی. نه فعالیت واضح تر از این.
او خب پسان شد. نه اینا فعالیت های دور است. خب اول شما تحریری حتما نیست. تحریرات دیگه پا چون زیاد داخل اصلا خوب میفهمن. رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی قبایل به اسلام دعوت میکرد، یکی از مواردی که از قبایل دیگه تعهد میخواست بگیره ایست که میگفت شما از دعوت ما هم حمایت کنین، اسلام بیارین، اسلام قبول کردین، ما را هم چی بکنین؟ حمایت کنین. این کار به خاطر چی پیامبر میگفت؟ به خاطر فعالیت سیاسی میگفت یا نه؟ به همین خاطر او قبایلی که امی گپکت پیامبر صلی الله علیه و سلم قبول نکردن، پیامبر صلی الله با اونها جرامت نکرد. اولین قبیله که گپ قبول کرد با پیامبر صلی الله مردمی کی بودن؟ مردم مدینه. با پیامبر چی نام تعهد سپردن؟ تعهد سپردن که تو بیا، ما از دعوت تو حمایت میکنیم و از تو حمایت میکنیم مثل که از زن فرزند خود حمایت میکنیم. یکی از مواد پیمان عقبه که پیامبر صلی الله علیه و سلم با مردم انصار بسته کرد می بود یا نبود؟ امی گپ سیاسی بود یا نبود؟ یعنی پیامبر صلی الله علیه و سلم قبل از اینکه در مدینه بیاید اسباب ایجاد جامعه اسلامی را ایجاد کرد. این به خاطر مسائل سیاسی بود. و وقتی که انصار امی تعهد سپردن، بعد پیامبر صلی الله علیه و مدینه هجرت کرد. جالب است امی غالبا پیمان دوم بیعت دوم عقبه است. کاکای پیامبر صلی الله علیه و عباس که هنوز مسلمان نشده در این پیمان حضور داره. چرا؟ به خاطری که از جمله کارهای عربهایی بود که یک پیمان مهم سیاسی که بسته میشد باید از بزرگان اونم خاندان و شخص در اونجا باید باشن تا او اعتبار داشته باشه. عباس با وجودی که مسلمان نیست برای مردم انصار میگه شما ببینین به پیامبر تعهد میتین خوب بفهمین، اگر توان دفاع از پیامبر دارین بهش تعهد بدین، اگر ندارین بانش خود ما ازشان دفاع میکنیم. چون خاندان بنی هاشم یک دیش که مسلمان نبودن هم از پیامبر چی میکردن؟ دفاع میکردن. در 3 سال محاصره اقتصادی پیامبر صلی الله علیه و سلم کل خاندان بنی هاشم در محاصره اقتصادی بود. اونایی که مسلمان هم نبودن، نه ابو طالب در اونجا وفات کرد. دقت کنید سال اخیرش وفات کرد که باز پیامبر صلی عام الحزن یا سال اندوه نامگذاری کرد خدیجه رضی الله عنها. دقت کنید پس رسول الله صلی الله علیه و سلم یکی از کارهایی که در دوران مکی هم میکرد امی بود که از قبایلی که برای ایمان بیعت میگرفت به خاطر رهبری جامعه هم از اونها بیعت میگرفت و زمان پیامبر هجرت کرد به مدینه که تعهد از اون مردم گرفت. تو امیر رقم است یا نه؟ شما سیرت خوانده نه؟ پیمان دوم عقبه یکی از موادش هم هست یا نه که از پیامبر باید چی بکنن؟ این کار سیاسی است. این گپایی که شما گفتین اینا مفاهیم بعید است. البته از این که من پیشتر گفتم تحریری‌ها استدلال میکنن که اونا میگن که ما اول تسقیف میکنیم باز تفاعل میکنیم باز طلب و نصر میکنیم، از امی ظاهر گپ پیامبر مثلا میگیرن که اونا گپ پیامبر صحیح نفهمیدن. دقت کنین برداشت اونا کردن که بدون مبالغه در تاریخ امت کسی رقم برداشتن نداشت. ما بغیر از نبوانی از کس دیگه قبل از اون ندیدیم و به خاطر است که اشتباهات عجیب غریبی داره. بر ترتیب خب اقوال دیگه علمای غیر مسلمان، دکتر شاخت از قوانشناسای مشهور از غالبا آلمانی سو میگه بر این اساس که اسلام بس فراتر از یک دین است، در برگیرنده اندیشه های قانونی سیاسی نیز هست و به طور خلاصه میتونه مدعی شد که اسلام نظام کامل و فراگیر و همه عرصه‌های دین و حکومت را شامل میشه. چرا میگه که اسلام فراتر از یک دین است؟ به خاطری که نگاهی از اونها به دین است که گویا دین در امور اجتماعی و سیاسی جامعه دخالت نداره. به مو خاطر این به نظر از اینها میاد که اسلام بالاتر فراتر از یک دین است. اما ما چی میگیم؟ ما میگیم دین فراتر از همه چیز است که همه امور را در بر میگیره. دقت کنید به باور ما خود دین هست که سیاست و اقتصاد و جامعه و اخلاق و اینا رو داره، اما چون اونها نگاهشان به قضایای سیاسی نگاه سکولاریستی است که دین و سیاست جدا میدانن، اما وقتی میبینن که در اسلام این وجود داره باز میگن اسلام بالاتر از یک دین است. چرا؟ اونا دین در نظرشان چیست؟ در نظرشان فقط منحصر به امور عبادی و اخلاقی است، خلاص. در امور سیاسی و اجتماعی دخالت نداره. اما چون در اسلام این هست به نظر از اونها میگه اسلام فراتر از یک دین است. اما ما میگیم چه نه، اسلام یک دین است و همه این امور در خود داره. دقت کردین ان شاء الله. استروسمن یکی دیگه از دانشمندان غالبا از روی نامش شاید نمیفهمم که روسی خواد باشه دیگه. اسلام پدیده است دینی سیاسی، زیرا پیامبر بنیانگذار آن سیاستمدار حکیم و رهبر سیاسی بود. اقوال از این با بسیار زیاد است. اما یک موضوع دیگه، ببخشید من امروز کم کم تست میگم، خب بازم اگه کس نمیفهمید بعضی دیگه پراد میشه پرسان بکنم. یک به اصطلاح افتخاراتی که فعلا در بین مردم است که مثلا میگه ما در فلانی مورد از شما که خیلی پیشتر میفهمیدیم و پیشتر به این گپا بودیم، تاریخی اینی گپ ما از شما که بالاتر است، امی یک نوع افتخار در بینشون میشه.
و یک اصطلاحی که در علوم سیاسی معاصر بحث میشه اصطلاح تاریخ افکار سیاسی است. حتی کتاب‌های مستقل نوشته شده، غالبا در پانزهای حقوق تدریس میشه تاریخ افکار سیاسی. و غالبا در این کتاب و در تحت این عنوان و این مضمون غالبا تاریخ افکار سیاسی غیر مسلمان ها را میخوانند خلاص، و غالبا از تاریخ افکار سیاسی مسلمان ها هیچ کس خبری نداره. در تاریخ افکار سیاسی غربی ها شما میدانین از زمانی که دیدگاه های فلاسفه تدوین شده از امو زمان آغاز پیدا میکنه که اولین فلاسفه‌ای که دیدگاه هایشان باقی مانده و تدوین شده از دوران یونانیان قدیم است. اولین از اونها سقراط بود که از 399 الی 470 قبل از میلاد زندگی میکرد. دیگهش افلاطون از 347 الی 427 قبل از میلاد و بعد از او ارسطو 322. امی اصطلاحاتی که امروز غربی ها دارن امی اصطلاحاتی است که در امو زمان به کار برده شده. مثلا اصطلاح دموکراسی افلاطون ارسطو اینا رو به کار میبره. جالب است غربی ها اقوال خود، ریشه اقوال خود به این فلاسفه میرسانن، خود گپای خود از اونا رو نمیگیرن. غالبا اگر من اشتباه نکنم یا از ارسطو یا از افلاطون نقل است، میگن نظام دموکراسی نظام احمقاست. چرا؟ میگه به خاطری که در اکثریت جوامع مردم خوب کم است. شما جامعه را اگه ببینین اکثر مردم خوب چیست؟ کم است. و در نظام های دموکراسی رهبری و صلاحیت جامعه به کی سپرده میشه؟ به اکثریت سپرده میشه. خب اکثریت معلوم است که خراب است، پس رهبری به دست کی میره؟ شما چی فکر میکنین در امریکا از ترامپ کلام دیگه آدم بدخواد باشه؟ باور کنین دیوانه است. خب یکی گاهی وقتا ما شما از جو مبالغه میگیم، نه؟ این براستی دیوانه است. اما چی چیزی او را آورده در رهبری سیاسی یک جامعه قرار داده که بزرگترین قدرت نظامی و اقتصادی و سیاسی دنیاست؟ پول. اکثریت. کدام اکثریت؟ همون اکثریتی که در یک برنامه تلویزیونی چپشان راست میشه، راستشان چپ میشه. اما درست یا نه؟ رسانه ها یا اذهان مردم نمیسازن. خب پیسه مصرف میکنن. هر چقدر خوب پیسه مصرف کردی او پیسه هم خودی نیست که از راه حلال آورده باشه. شما میفهمید که از تجارت های کلانی نمی ترامپ دیوانه چیست؟ تجارت پورنوگرافی. پورنوگرافی رو میفهم؟ خوب است که نه. به پرده دقت کردین؟ و تجارت بسیار پلید. از تجارت های بسیار پلید چی به دست میارن؟ سرمایه به دست میارن. این سرمایه اونها رو میبره در کجا؟ در رهبری سیاسی قرار میده. رهبری سیاسی که بعد ازشان آمد خود از اینها مافیای اقتصادی هم میشن. در جامعه ما شما می رقم نیست؟ همین انتخاباتی که پیشتر تیر شد، انتخابات نفهم پارلمانی بود، انتخابات هم نیست خب مسخره بازی است. همین هر چی که هست. چی کسانی بالاترین رأی از کابل بردن؟ پیسه دارای بی سواد. اصلا اینا بی سواد. کلانشون در پارلمان شیشتای متن مثل ما وری خواندن نمیدونم. دیدن نه؟ چی داره؟ پیسه داره. پیسه را از کجا کرده؟ از خیشی کرده؟ امریکایا. نفهمن نه؟ بچهش چی کاره بود؟ بگوی عجیب. تیرا خدا نیاره. قراردادی های بگرام داشت. دقت کردین؟ این رقم است. به این خاطر ارسطو از هر کدام از این گنگسا کسی چه گپش دروغ نیست، راست گفت. خب اما تاریخ افکار سیاسی مسلمان ها از کجا شروع میشه؟ کی میگه؟ تاریخ افکار سیاسی مسلمان ها است. کدام زمان شروع میشه؟ بگه. ماشاءالله از ابتدای خلقت انسان. چرا؟ به دلیلی که در اندیشه اسلامی همونطور که در حدیث پیشتر ما شما خواندیم رهبران دینی جامعه رهبران سیاسی هم هست. یعنی یک مثال برای شما بگم، در یک جامعه که یک پیامبر باشه و مردم به او پیامبر ایمان داشته باشن، آیا درست است که ما رهبری سیاسی جامعه را باز به غیر از او بدیم؟ درست است؟ به خاطری که اونها هستن عالمترین مردم، عاقلترین مردم، عادلترین مردم و امینترین مردم. دقت کنید، حالی که جوامع انبیاء الهی را قبول نداشته، خب گپ از اونها خراب بوده دیگه طبعا. اما یک جامعه که گپ پیامبر را قبول داشته باشه، باز رهبری سیاسی خود باید به غیر از او بسپاره. اگر بسپاره چی دو کار درستی کرده؟ دقت کنید مثلا یک نبی در شرایط امروزی باشه در جامعه اسلامی ما و ما شما به دین از او باورمند باشیم، باز برای ما درست است که بریم یک فرد دیگر به عنوان مسئول سیاسی تعیین بکنیم؟ خیلی کار عجیب است دیگه نه؟ خب
و به همین خاطر الله متعال هم چی میگه؟ و اذ قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه، ما در زمین خلیفه. گرچه در مورد مفهوم خلافت در اینجا که در بین مفسرین هست کدام از اینها چی رقم است این دور مونده. کوی این سمه بردش خانم حقوقشان رعایت نشده. خب خیر. در مورد تفسیری آیات اختلاف از بین مفسرین. قول راجعی است که انسانها جانشین جنیات شدن، اما این مفهوم خطا نیست که اگر بگیم انسانها در زمین جانشین الله هستند به مفهومی که مجری حکم الله باشند. دقت کنیم، گرچه بعضی میگن از لحاظ لغوی این کلمه اطلاقش درست نیست. دقت کنیم که ما بگیم چون جانشین کسی نمیگه خود از اون نبود باید کس دیگه به جایش بیاد، اما ما مفهوم مد نظر میگیریم. آیا مسئولیت انسانها در روی زمین تطبیق حکم الله هست یا نه؟ همین اگر کسی مفهوم خلافت تعبیر بکنه گپ بده نیست. دقت کنیم و فرض بکنیم این مفهوم بخی نباشه. آیا زمامداران، رهبران سیاسی جامعه اسلامی که پیامبر در میان از اونها بوده، آیا مسئولیت رهبری جامعه را داشتن یا نداشتن؟ آیا موسی علیه السلام بنی اسرائیل رهبری میکرد یا نمیکرد؟ یا داوود علیه السلام، سلیمان علیه السلام؟ ما مطلق حدیثی که قبلا خوانیم پیامبر صلی الله علیه و آله میگه کانت بنی اسرائیل تسوسهم الانبیاء، انبیا چی میکردن؟ امور از اینها را. پس از لحاظ تاریخی ما به نسبت غربی ها در مورد ریشه تاریخی فکر ما چیست؟ به مراتب عمیق‌تر و ریشه‌دارتر و سالمتر و صحیح‌تر است. چرا؟ به دلیل از اینکه اینا ریشه گپشان میرسه به کی؟ با چند تا آدمایی که دو تا گپش صحیح، سه تا گپش چیز غلط است. حالا سون افراد دم وقت چیز گفته خب دو تا گپش صحیح، سه تا گپش غلط است. اما از مسلمان ها به کی میرسه؟ به انبیا علیهم السلام، که انبیا علم خود از کجا میگیرن؟ از وحی الهی میگیرن. دقت کردین؟ پس عادلترین و امینترین مردم و عاقلترین مردم اونایند. تاریخ فکر سیاسی ما با سلسله انبیا علیهم السلام بستگی داره. خب آله این گپ تنها در امی محدوده خلاصه نمیشه که ما بگیم در آیات قرآن کریم ما دلایل داریم بر ازی که به اصطلاح قرآن کریم ما را دستور داده که باید حکم الله را تطبیق بکنیم. بعضی از احکام قرآن کریم گفته که اگر اونا بدون وجود نظام سیاسی تطبیق نمیشن و اگر کسی حکم الله را تطبیق نکنه خداوند حکمش گفته که موارد کافر، موارد فاسق، موارد ظالم میشه و دلایل زیادی از اقوال عملی پیامبر صلی الله علیه و سلم از زندگی خود رسول الله صلی الله علیه و سلم در سنت عملی ثابت از صحابه در این مورد اجماع اینا کلش در جایش. عملا در اسلام حکومت اسلامی تأسیس شده. اینو دیگه کس انکار کرده نمیتونه. نه دیوانه هم که باشید انکار کرده نمیتونه. این یک روز دو روز بوده؟ نه. چقدر وقت ادامه داشته؟ 14 قرن. 14 قرن ادامه داشته. از کی شروع شده؟ از رسول الله صلی الله علیه و سلم. گرچه پیشتر گفتیم پیامبر فعالیت‌های سیاسیش در دوران مکی هم بود، اما وقتی پیامبر در مدینه آمد عملا دیگه حکومت اسلامی رو چی کرد؟ تأسیس کرد. سال اول هجری تا سال 11 هجری. رسول الله صلی الله علیه و سلم بعد از خودش چی میگه؟ فعلیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المهدیین من بعدی عدوا علیها بالنواجذ. از سال 11 هجری تا سال 40 هجری دوران خلافت کی هست؟ خلفای راشدین. کس بخواه نخواه، خوشحال باشه خفه باشه. ابوبکر خلیفه شده، عمر خلیفه شده، عثمان خلیفه شده، علی خلیفه شده رضی الله عنهم اجمعین حکومت کردن. کس دلش خوشحال شد، دلش خفه شد. دقت کردین؟ و نمونه عینی و حقیقی حکومت اسلامی هم امی دوران است. مثل که در درس اول بر شما توضیحی گپم دادم، اول بود یا دوم. دقت کردین؟ بعد از او بعضی از تغییرات در ساختارهای سیاسی جامعه اسلامی آمد که حتی خود پیامبرم به او راضی نبود. مثل که در حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید، میگه الله متعال تا زمانی که بخیمه در میان شما هست بعد از من خلافت به منهاج چیست؟ نبوت است، به منهج خلفای راشدین هست. بعد از او حکومت های چی میآیند؟ خاندانی میان، ملوکیت میشه. بعد از حکومت های ملوکیت حکومت های جبابره میان. بعد از حکومت های جبابره دوران حرج و مرج در امت است. بعد از دوران حرج و مرج دوباره خلافت به منهاج نبوت میآید. دقت کردین؟ خب ما شما
عصر دوران پیامبر گذشت، عصر دوران خلفای راشدین گذشت، دوران حکومت‌های ملوکیت گذشت، حکومت‌های جبابره هم گذشت و برداشت ما است که ما در اوج دوران هرج و مرج امتی و امیدواری هستیم که الله متعال دوباره این امت را به زنده کردن خلافت به منهاج نبوت همونطور که وعده کرده از زبان پیامبرش افتخار ببخشه و این زمان میشه که مسلمان ها دقیقاً فهم درست از دین خود پیدا بکنن و به خاطر اقامه خلافت واقعی اسلامی تلاش بکنن و خلافتشان هم بر معیار روش عملکرد کی باشه؟ پیامبر و خلفای راشدین. در ادعا نباید خوشحال باشیم، در ادعا خوشحالی تمثیل شود. خب خلفای راشدین که از سال 11 تا 40 خلافت کردن، از بین از اینها اول ابوبکر رضی الله عنه از سال 11 تا 13 هجری. اذا کامپیوتر کتاب بکنی اول نوشتی رو پس میبری پیش میاره، اینجا سر چپا آمدن. از 11 تا 13 ابوبکر رضی الله عنه، عمر رضی الله عنه از 11 تا 23، از 23 تا 35 عثمان رضی الله عنه و بعد از علی رضی الله عنه از 35 اولین خلیفه معاویه رضی الله عنه هست و بعد از او 13 نفر دیگه هستن که 14 خلیفه از اموی ها حکومت کرده و 91 سال میشه، 92 سال. از سال 41 تا 132 چند سال میشه؟ 91 سال 90 سال. 91 سال غالبا میشه. 91 میشه نه؟ 91 خب 14 نفر خلیفه کرده. در بین از اینها آدمای بسیار خوبی هم بوده مثل عمر ابن عبدالعزیز که از لحاظ حکومتداری عین حکومتداری دوران خلفای راشدین دوباره زنده کرد. آدمایی هم بوده که او مزهش نبوده و کارهای خوبی هم ازش سر نزده و اهلیت حکومت هم نداشته مثل یزید الله ببخشش. بعد خلافت اموی ها در نتیجه شورش های داخلی سقوط میکنه، خلافت عباسی ها میآید. از جمع خلفای عباسی 35 نفر حکومت میکنن و سال 132 هجری تا سال 656 یعنی حدود 4 قرن چیز کمتر و بیشتر اینا چی میکنن؟ خلافت میکنن. خلافت عباسی ها با وسیله حملات مغول سقوط میکنن و مرکز خلافت عباسی ها که بغداد بود 3 روز مکمل مغولا مردم قتل عام میکنن. فقط اون مردم زنده میمانه که در زیر آب اسلام مرده ها خود پات میکنن و اکثریت داشته های علمی مسلمان هم در همین زمان از بین میره. علمای تاریخ میگن دریایی که در بغداد بود از رنگ کتابخانه مسلمان ها که توسط مغول ها در دریا انداخته شده بود چند روز مکمل سیاه بود. یعنی به صدها و هزارها به اصطلاح داشته های فرهنگی و علمی مسلمان ها را مغولا خراب کردن. خب بالاخره از لحاظ عقیدتی پس الله برشان توفیق داد بس به ایمان آمدن و مسلمان شدن، اما اول به خرابی زیاد کردن و بدبختانه غالبا در دوران حملاتی که اونها کردن یک عده از منافقین در داخل جامعه اسلامی با اونها همکاری داشت مثل سید توسی، کسی به نام توسی از روافض بود، خرابی های زیادی کردن و اینا همیشه هم در کنار استعمارگرا بودن. خب بعد از او الله متعال برای کردها توفیق داد که برای اقامه خلافت تلاش بکنن. کردها را میفهمن نه؟ صلاح الدین ایوبی کرد بود. یک قوم هستن که فعلا استعمارگرا اونها را مثل که در دیگه جاها پارچه پارچه کرده، بعضی از اقوام غیرتمنده کردها هم اقوام غیرتی هستن، اونها را پارچه پارچه کرده بین عراق و سوریه و ایران، نیمه ماندشان. اونا مبارزه را شروع کردن، مبارزه زنگی، خاندان زنگی و صلاح الدین ایوبی. بعد ادامه کار از اونها را ترک ها پیش بردن، ترک های عثمانی. سریالش خود دیده باشین. او آغاز کارهایی بود که بر خلافت شد. بالاخره الله متعال بر عثمانی ها هم توفیق داد اینا خلافت ساختن از سال 1230 تا سال 1924 میلادی. میره بعد هجریش دقیق تنبلی کردم که تبدیلش بکنم. بالاخره خلافت اسلامی به صورت رسمی به سال 1924 میلادی، یعنی دقیقاً چند سال قبل؟ آل 2000 چند است؟ 700 سال پیش. نه آدم وقت نمیشه ما شما به چتر شدیم. 98 سال پیش، 97 سال پیش، 97 سال پیش خلافت رسما سقوط داده شد و اومد به حرج و مرج رفت و ما شما در حرج و مرج هستیم و الله حرج و مرج چی بکنه؟ از ما بخیر دور بکنه. خب این بود درس امروز ما شما در باب دلایل وجود نظام سیاسی در سنت پیامبر، سنت قولی و فعلی پیامبر
در اجماع صحابه، در اقوال علمای مسلمان، اقوال علمای غیر مسلمان، تاریخ افکار سیاسی غربی ها، تاریخ افکار سیاسی مسلمان ها و تاریخ مختصر حکومت اسلامی. بفهمیدین ان شاء الله. خب سبحانك اللهم ربنا و بحمدك نشهد ان لا اله الا انت استغفرك و اتوب الیک. تا وقتی که استاد میآید کسی گپ، نظر، سوال، انتقاد، پیشنهاد چیز داره در خدمت. استاد امی تاریخ افکار سیاسی مسلمان ها و غیر مسلمان ما رقم راحت. بله. غیر مسلمان ها خو از دوران سلطنات و اخلاقی اینا گفته مگر تاریخ خودشان بیتم که از بابل وقت حضرت ابراهیم بودک اونا قبول ندارن اون را. باز خود غربی ها او را قبول ندارن. ما چیزی را میگیم خودشان میگن. نه یک قاعده است که شما برای یک کسی چیزی را نسبت بدین که خودی او قبول داره. چیزی را که خود نفر نمیگه ما چرا نسبت بدیم؟ یک گپ دوم، اونا کی قبول دارن که مثلا خصوصا غربی های امروزی که اینا چی هاین؟ سیکولار هاین. اونا کی را قبول دارن که انبیا علیهم السلام چی کرده؟ اینا دوستا میگن ما باز اینا جور میکنم. خب پس پیش جور میکنم رفته تا هفته بعد ان شاء الله تاریخ اسلامی را. این 5 دوره از خلافت. نه. بله ما در دوران اواخر دوران اموی ها هم بعضی قسمت ها از هیتره خلافت برآمده. در دوران عباسی ها هم همونطور، در دوران عثمانی ها هم همونطور. اما کتله اصلی در این محور جمع بود. اکثریت مطلق. به همین خاطر یک گپ در نظر داشته باشین که اگر یک نفر بیاید ادعای خلافت بکنه، خدا یک منطقی خورتره کسی ادعایش اعتبار نداره. خلافت امور میگه که حداقل سر جمهور امت حکومت داشته باشه. اگه او رقم باشه ما شما در مسجد استاد واسه خلافت امام کار دقت کردین؟ خلافت یکی خلافت است که یک نفر در ذهن خود ایجادش میکنه، یکی عملا در جامعه باشه. او خلافت گفته میشه که عملا جمهور امت را چی بکنه؟ اداره بکنه. دقت کردین؟ یعنی اونا خلافت گفته میکنه کدام را؟ نه اونا از این محوطه بیرون. اونا حکومت های منطقه‌ای ان، حکومت های ملوکیت ان، به اصطلاح مالکیت های منطقه‌ای مثل که در خیلی از دوران ها بودن. نه اونا خب یکی کمشان خراب بود. خب بگین. بعضی از دانشمندان اسلامی خصوصا در اواخر استدلالشان بر این است که خلافت بر یک مقطع زمانی مشخص مربوط میشه و بعد میاین از حدیثی که الخلافت علی منهج النبوه را تعبیر میگیرن، میگن این مشخصا علما به این نظر هستند که زمان عمر بن عبدالعزیز است. خصوصا نویسنده به نام یعنی نمیفهم ما که رحمان به این نظر است بعد استدلال میگیرن که اصلا خلافت اگر می حدیث ما منجا حمل کنیم تطبیق پیدا نمیکنه. ما شما ببینید خود ما میبینیم الان تاریخه